معلومه که یه سری کامنت هایی رو که اصلا در حد لول و شخصیت هم نیست و پاک میکنه. چرا بهش نپرداختی؟ چرا یه استوری نذاشتی؟ نه بزن ستیزی. آها، چون الان سرجی باهات توی تیم میرید لایو مشترک. حرفم به کس خاصی نیست، حرفم به تک تک کسایی که اومدن تو عشق ابدی و میخوان برن تو عشق ابدی. بوی عطرشو فهمیده و اینجوری شده. منم تایید میکنم. تو چیز فوری منم نیستی. این که خیلی چیزها رو من دیدم که الان وقتش نیست بیام بگم، ولی به وقتش چون شاهد عینی بودم. روزایی بود که فقط 2 ساعت خوابیده بودم، شاهد خیلی چیزها بودم که در اون فیلمی که خودتون پخش کرده بودید گذاشتیم گوشه رینگ، منو میزدید به ناهن. از قسمت امشب و قسمت 24 یه چیزی که خیلی توجهمو جلب کرد، بعضی وقتا یه کاتای عجیبی میزنه این ادیتور که من پرام میریزه. مثلا امشب من با بچه‌ها دارم صحبت میکنم راجع به رابطه همه چی و این داستانا، یه بنده خدایی و اینا، بعد کات میخوره و یهو میاد اینجا من دارم گریه میکنم، نازنین داره گریه میکنه، همه قیافمون بغضیه و داریم راجع به این صحبت میکنیم که آره یه پسر میاد اینجوری میکنه. بچه‌ها ما اونجا صحبتمون راجع به پسر نبوده که هممون بغض کردیم داریم گریه میکنیم. من قبلش دارم از زندگیم تعریف میکنم، از 7 سال تنهاییم اینجا، از اینکه توی ایران 20 روز انفرادی سپاه بودم، از اینکه چه بلاهایی سرم اومد تا اینکه تموم شد اون پرونده و من دوباره اومدم اینجا مهاجرت کردم و یه عالمه چیزای دیگه که حالا سر فرصت بعدم براتون میگم. واسه همین اونجا هممون بغضیم داریم گریه میکنیم، بعد حالا کات خورده به اینکه ما داریم راجع به پسر و اینام صحبت میکنیم. خسته از مردم شهر، خسته از اون که میخوای تو سلام دوستای گلم، همتون خیلی عاقل و بالغ هستید و میدونم که با درایت و با عقل کامل این برنامه رو دارید میبینید و تک تک آدم هایی که تا امروز چجوری رفتار کردن، چه جور کاراکتری دارن و چه جور شخصیتی دارن رو میبینید. ببینید ما نباید اونقدر حزب باد باشیم که مثلا الان من بیام، شما دارین یه نفر تو برنامه رفتاراشو میبینید، من بیام بگم اون آدم مثلا بده و شما بیاید به خاطر حرف من، چون منو دوست دارید و به من لطف دارید، بیاید بگید که پس این آدم بده که یلدا گفته و ما بریم به اون آدم حمله کنیم. این کار قشنگی نیستش. همتون با عقل و درایتی و میدونم بعضیا تو سنتون کمتره، ممکن تشخیص جزئیات و هندل کردنش براتون یه مقداری مشکل باشه، اما اشکالی نداره، برای ما قابل درکه. ما برای همینه که اینجا برای شما وقت میذاریم و همه چیز رو براتون توضیح میدیم و راجبش حرف میزنیم. حالا من چرا دارم اینو میگم؟ چون میدونم که بعض وقتا که یه ماجراهایی پیش میاد همتون دوست دارید که نظر همه ما رو بدونید راجع به اینجور مسائل یا اتفاقای افتاده، ولی من بازم میگم که بچه‌ها وقتی خودتون عقل دارید میبینید یه برنامه رو، بر اساس اون قضاوت بکنید و درستی و نادرستی رو از اونجا تشخیص بدید. مقایسه کردن ماجرایی که برای من پیش اومد قابل مقایسه با اتفاقی که برای یاسمن عزیز افتاده نیست. من پشت این ماجرا هستم که هیچ کس اجازه بی احترامی و تجاوز به حریم شخصی یه زن رو نداره. همونجور هم یه زن واقعا اجازه اینو نداره که بخواد به شخصیت یه مرد توهین بکنه. این تا اینجای ماجرایی که برای من پیش اومده این بوده که من توی رابطه رفتم، اون رابطه تموم شده به هر دلیلی و اون فرد اومده عکس و فیلم های شخصی رو بدون اجازه من فضای مجازی گذاشته و این تجاوز به حریم شخصیه. اینو تا اینجا داره، اشکالی نداره و باز هم امان از این فضای مجازی. این فضای مجازی اینستاگرام هم بدتر از برنامه‌ای که ما شرکت کردیم و کاتا و ادیتایی که شما دوستای عزیز که به ما لطف دارید میزنید، بعضی وقتا کار دست ماها هممون میده. مثل کاتایی که ادیتور با سلیقه خودش تو برنامه زده و یه جایی شما شوکه میشید که چرا از این ماجرا پرید به اون ماجرا، این ماجرا چرا ربطی به اون ماجرا داشت و یه سری داستان این شکلی. این اینستاگرام هم همینه. مثلا من دیشب یه لایو 2 ساعته گذاشتم و اصلا حرفای منو کلاً 3 تا مثلا کمتر از 1 دقیقه ازش درآوردن. ببینید اینکه یه رابطه‌ای توی مثلا یه ویلا سلیقه شخصی من نباشه و من اون مدل رابطه رو دوست نداشتم، این سلیقه شخصی منه. من میتونم بگم من اون رابطه رو دوست نداشتم، از نظر من فیک بوده یا نبوده. ممکنه هم بگم اوکی خیلی عالی بوده و شما باید به نظر همدیگه احترام بذارید. دنیای واقعی هم همینه. این بی احترامی به اون افراد نیست. من اونا رو کاملا دوستشون دارم و نو پرابلم. یه ماجرایی رو خیلی اشاره کردید بهش. من خودم قلبم به عنوان یه دختر که هیچ مشکلی با خانمی مثل یاسمن ندارم اینو میگم.
میگم که امیدوارم هیچ مشکلی دیگه براش پیش نیاد، هیچ وقت ناراحتی هیچ دختری نه تنها یاسمنو به خاطر ماجراهایی که شاید تو روحش تاثیر گذاشته نبینیم. ولی من راجع به چیزی هم که نمیدونم نمیتونم واقعا یه نظر اضافه بدم که خدای نکرده سوء تفاهم ایجاد بشه. این تا اینجا. این که برنامه بوده، ما شرکت کردیم، جسارتشو داشتیم، رفتیم یه تجربه کسب کردیم، کلی چیزی توی شخصیت خودمون اونجا فهمیدیم، کلی چیزی هم شخصیت بقیه. شما باید مثل یه برنامه نگاش کنید. شما نمیتونید قضاوت کنید وقتی ما اونجا روزی 12-13 ساعت مدام پای ضبط بودیم ولی شما فقط تو 1 ساعت 1 ساعت و نیم این برنامه رو میبینید. چطور میتونید شخصیت یه عمر زندگی ما تلاشی که برای خودمون کردیم رو بخواید تو اون 1 ساعت و نیم تشخیص بدین که ما آدم بدیم یا آدم خوبیم؟ شما بیشتر با لایف استایل واقعی ما آشنا بشین، راحت‌تر میتونید بفهمید که ما واقعا آدم خوبیم یا واقعا آدم بدیم. این برنامه جایی نبوده که همه بخوان با هم حال بکنه. ممکنه بریم تو اون برنامه یه سری با تو حال نکنن، یه سری دوستت نشته باشن. یه سری ممکنه بعداً بخوان اذیتت کنن، یه سری ممکنه پشتت باستن. اینو من تعیین نمی‌کنم. یه چیزیه که پیش میاد. و از همه مهمتر من تو پیج خودم اینجا فقط راجع به آدمایی که تا حالا راجع به من اظهار نظر کردن حرف زدن، چه به بد چه به خوب حرف زدن و اسمشون رو بردم. کسی که اسمی از من نیاورده و اصلا منو فالو نداره، من حتی خود دوست خودم میدونستمش، فالوش کردم یه تایمی دیدم دوست نداره، ترجیحش نیست، اوکی، من نمیتونم آدم رو مجبور کنم که با من دوستی کنن. خب اوکی، دوست نداشته، منم اون فالو کردم، دور احترامش قائله. من چرا باید وقتی ایشون نه اسم منو گفته، نه هم دیگه رو فالو داریم، نه تو رده دوستای هم قرار میگیریم، بخوام حتی حرفی بزنم؟ این آدم برای من یک غریبه به حساب میاد از یه جایی به بعد. نمیگم حالا غریبه است، منظورم اینه که یه جایی بعد وقتی خود طرف نخواد آدما با هم غریبه بشن قشنگ‌تره. و من راجع به غریبه برای چی باید بیام نظر بدم؟ اونم راجع به چیزی که اصلا نمیدونم صلاح یعنی درستیش یا غلطیشو. پس این انتظار اضافه یک بخواین. من میخوام همش افتخار کنم به کسایی که اینجا کنار من توی پیج من، چه کسی که حتی یک نگاه میاد میندازه میره و حالا چه لایکی میکنه چه نمیکنه. دوست دارم همه اونقدر با شخصیت باشن که من واقعا با افتخار جواب کامنتشون رو بدم. معلومه که یه سری کامنت هایی رو که اصلا در حد لول و شخصیت هم نیست و پاک میکنه. چرا باید یه نفری که خودش میدونه داره برای زندگیش چقدر زحمت میکشه فقط به خاطر یه برنامه‌ای که حالا اومده و شما 1 ساعت ازش دارید میبینید و قضاوت میکنید، برای چی من باید بیام این حرفا رو بذارم تو پیجم بمونه؟ معلومه که پاکشون میکنه، چون نه دلم میخواد شخصیت بدی از شما ببینم، نه دلم میخواد خودم آدم بدی باشم. پس همش انرژی خوب بدیم به هم دیگه. تا الان که کلی انرژی خوب بوده و کامنت های خوب، کم بیش اون بداشم میره. و در آخر خیلی خفنید. فالوور خفن دارم مثل دسته گل. یه سری افرادم که منو نمیشناسن، یه کاراکتر واقعی من نمیشناسن، شخص اصلی من نمیشناسن، اشکالی نداره. فرصت بدید اگر دوست داشتید اینجا بیشتر باشید، بذارید عشق ابدی هم تموم شه، بیشتر کنار هم باشین، منو بیشتر بشناسید، شاید نظرتون عوض شد. اگر هم ترجیح میدید که نظرتون عوض نشه و ترک کنید، با کمال میل میپذیرم. دوستای عزیزم، بدونید که ما برای شما جلوی دوربین زندگی کردیم تا شاید خیلی تجربه ها رو برای شما به نمایش بکشیم. جسارتشو داشتیم و شما باید بابت این قضیه ما رو تشویق کنید و خوشحال باشید که ما کاری کردیم که یه سری چیز شما یاد بگیرید، نه اینکه به خاطر یه برنامه بیایید همه چی رو ببرید زیر سوال. من با احترام بدون توجه کردن به این مسیجا زندگیمو میکنم. این که بحث شده که توی اون ویلا همه جاش دوربین بوده. بله، ما 24 ساعت زیر دوربین بودیم، اما نقاط کوری هم بود که دوربین نمیگرفت، مثل رخشورخونه، مثل پشت اون پرده که یه بار دیدید من جلوش داشتم سیگار میکشیدم و خیلی ها گفتن اتاق سیگار داشته، اونجا اتاق سیگار وجود نداشت، میرفتن پشت پرده سیگار میکشیدن. اما من خودم به شخصه شاهد خیلی چیزا هستم. به هر حال خیلی حرفا رو زدم تا اینجا، فقط چون به موقع نبود و زمانش نرسیده بود خیلی ها اومدن بهم گفتن داری دروغ میگی. رفتیم جلوتر دیدید که
از من حقیقت گوتر کسی اینجا وجود نداشته و خیلی چیزها رو من دیدم که الان وقتش نیست بیام بگم، ولی به وقتش چون شاهد عینی بودم از روی فضولی کنجکاوی، چون من شبات تا دیر بیدار بودم، تا صبح بیدار بودم. در واقع من یه روزایی بود که فقط 2 ساعت خوابیده بودم، شاهد خیلی چیزها بودم که به وقتش میام میگم کی با کی کجا چی کار داشتن میکردن. و اگه الان زبونمو باز نمیکنم فقط میخوام ببینم که تا کجا میخوان پیش برن. و یه خانومی هم 2.9 میلیون فالوور اومد سر داستان من یلدا، آره این زن ستیزی کرده، این فلان کرده. اونجا من سر یه داد و بیداد یا سر اون فیلمی که خودتون پخش کرده بودید گذاشتینم گوشه رینگ، منو میزدید به ناهنگ که این زن ستیزی کرده، این فلان کرده. چرا الان صداهای نب زن ستیزیتون رو من نمیشنوم؟ آها، چون اون موقع با یلدا بسته بودید، با تیمتون بسته بودید که بریزید رو من و منو بزنید، اینو بگید. وگرنه در رابطه با نازنین من استوری نب زن ستیزی ندیدم. در رابطه با یاسمن هم من استوری نب زن ستیزی نمیبینم از سمت اون خانم. 2.9 فالووری مستقیما با خودتم مینا جون که کارنامه درخشانی داری، مستقیما با شخص خودت هستم دارم صحبت میکنم. چرا الان صدات در نمیاد؟ چرا؟ چون الان اینا جز تیمتون نیستن؟ من اصلا نمیخوام منکر رفتار اشتباه خودم بشم که چرا سرش داد زدم. توی برنامه هم دیدید که ازش عذرخواهی کردم و اون منو بخشید. اما اینو در نظر داشته باشید که هر کنشی یه واکنشی داره، پس قطعا اونجا یه جایی اون رفته پشت پرده رو اعصاب من که من میام سرش داد میذارم. بعدم این چه سیاست کثیفی بود سر من زدید. شمایی که میدونستید من جلوتر ازش عذرخواهی کردم، از دلش در آوردم و چه میدونم با همدیگه صحبت میکنیم، حتی میگه بارها میگه من به مهیار فکر میکنم. چرا مخاطب و بازی قرار دادید؟ چرا این خانم مو قرمز اومد جلوی دوربین گفت وای بچه‌ها الان صحنه‌های اون شبو که دیدم حالم بد شد؟ چرا با شعور مخاطب بازی کردی؟ چرا فیلم در وردید از خودتون و منو گذاشتین گوشه رینگ که بخواین به ناحق بزنید؟ یادتون روزای اول در اومدم بهتون گفتم این میزان هیتی که من گرفتم اگه حتی 1% بگیره به جون مادرم از تو تختش نمیتونه بیاد بیرون، چه برسه که بیاد لایو بذاره و 20,000 تا فحش خوار مادر بشنوه. ولی من این کارو میکردم. میدونید چرا؟ چون میدونستم حق دارم و میخواستم از حقم دفاع کنم، ولی بلد نبودم، ولی زور رسانه‌ایم نمیرسید بهشون. ولی واگذار کردم به خدا، گفتم بالاخره من که میدونم ته داستان چی قرار بشه. یعنی میومدم بهتون گفتم بابا شاهنامه آخرش خوش است، بالاخره ماه پشت ابر نمیمونه. من میدونستم تا ته این داستان چه اتفاقاتی افتاده و سپردم به خدا. و طرف هیت گرفت، از تو تختش نمیتونست بلند شه بیاد 2 تا پست بذاره، یکی دیگر وکیل وصی کرده بود بیاد جاش حرف بزنه. دیشب یکی هیت گرفته اومده خیلی حرفا رو زده که من به زودی بهش میپردازم که کدوم حرفاش راسته کدوم حرفاش دروغه. زور خدا از همه بیشتره، حتی اگه همه تیم بشن منو که بخوان منو بزنن. اون آدمی که خودش الان بدترین زن ستیزی‌ها کرده اومد استوری گذاشت نه به زن ستیزی و امیدوارم نسل اینا منقرض بشه. تو که خودت میدونستی چی کارا کردی، تو دیگه فیلم بازی نکن برای مردم. ببین گندش بالاخره در میاد. هر چقدرم که بخوان با ادیتو با کاتو با چیز خیلی چیزا رو بپوشونن، بالاخره یه جای تر زدی و گندش در اومده. اون آدمایی که من بهشون میگفتم شما تاج سر من هستین، شما خیلی با معرفتین، من بالاشون اشک ریختم خیلی جاها، اومدن روی مود سوار شدن، یه استوری هم ضد من گذاشتن و زرتی ما رو آنفالو کردن. برام مهم نیست آنفالو کردن ها، ولی که اومدن یه چهره جنتلمنانه و مظلومانه از خودشون نشون دادن و طرفدار حقوق حامی زنان بودن و خیلی کارا کردن. چرا این کارو کردن؟ چون منفعت اون ور بود. زور رسانه‌ای و تعداد فالوورای اون تیم خیلی بیشتر. در رابطه با اینی که یاس منگولا ادعا داره میکنه که آقای حشرالبشر سرگی بوی عطرشو فهمیده و اینجوری شده، منم تایید میکنم. چون این آدم
که نمیشه بهش گفت آدم، بلا نسبت البته حیوانم، حتی این سرگی حشرالبشر نه تنها در رابطه با بوی یاسمنگولا، در رابطه با بوی کسای دیگه هم اینجوری بود و من خودم شاهد این داستان بودم. اما موضوع اصلی که اینجاست اینه که فوشایی که داده شده توسط این حشرالبشر سرگی به یاسمنگولا. قبل اون این سرگی بیشرف حشرالبشر به نازنین فوشای ناموسی داد، بدترین فوشا رو داد و این حشرالبشر سرگی نه تنها فقط به یاسمنگولا بلکه به نازنین هم بدترین فوشای خارمادر رو داده. توی دعواش با نازنین به نازنین میگه بابا این اومده اینجا اونلی رو ببره بالا و به یاسمنگولا در اومد گفت تو چیز فوری منم نیستی. این که میگم چیز، اون نگفت چیزا، اون کاملا کلمه‌شو گفته، نه یه بار، 3 بار. دیگه واقعا شورشو در آوردید، واقعا حالم داره به هم میخوره از اینکه جنبه اینو ندارید که توی برنامه بیاید ازتون انتقاد میشه، ازتون خوب گفته میشه، بد گفته میشه. آقا جنبهشو نداشتی تو برنامه نمی اومدی، نمیتونی انتقاد دیگران رو بپذیری، نمیتونی نظر دیگران رو بپذیری، نمی اومدی تو برنامه. حرفم به کس خاصی نیست، حرفم به تک تک کسایی که اومدن تو عشق ابدی و میخوان برن تو عشق ابدی. آفرین، یعنی تو الان جنبه انتقاد داری و داری میگی که من انتقاد پذیرم. باری کرده. خب نمیتونی انتقاد پذیر نیستی، نرو، نیا، نکن. همتون هم به خاطر پول اومدین، هم به خاطر شهرت اومدین، هم به خاطر پیجاتون اومدین، به خاطر پیجای کاریتون اومدین. کسی اینجا به خاطر پول نیومده بود، همه مثل تو نیستن. من اونجا توی برنامه با دلار پول کش توی برنامه حضور پیدا کرده بودم و اینو همتون میدونه، اصلا برای پول نیومده بودم اونجا. خب نذارید نامتون رو ببرم، چون اینا رو گفتید جلوی چش هممون. من به خاطر پیج بس کنید تو رو قرآن. آقا من نظر شخصیمه، من سایت ندارم. آقا نه من آیدا، نه سرجیو، نه یاشار، نه کیمیا، نه یاسمن، نه فردین، نه ایکس ایگرگ، هیچ سایدی ندارم. آفرین. اگه سایدی ندارید واقعا خانم محترم، اگر سایدی نداری چطور برای داستان خودم و خودت یه تیمو علم کردی، به پا کردی، از پشت صحنه، از یوتیوبرها، از بقیه کمک گرفتی که بیان مبارزه کنن و هشتگ نبزن ستیزی بذارن و اومدید نشستی جلوی دوربین گریه کردی، اشک ریختی برای مردم که آی نذارید با زن ستیزی پیش برن. الان که هممون شاهد زن ستیزی علیه یاسمن هستیم تو یه دونه استوری نذاشتی؟ عجیبه. موتین کشی بسه بابا، یه چیزی خوب شد تو فستیگکی ها گفتن. عزیزم هر آنچه که عیان است چه حاجت به بیان است. اونا شرایطشون اونجوری حاد بود، من فکر کردم ماها دیگه خیلی شرایطمون بهتره، انسان‌های عاقل و بالغیم مثلا. بابا زشته بیا پایین تو رو قرآن. چون به هم مدام پیشنهاد دادی و گفتی که با همدیگه خوب باشیم، نه فقط به من پیشنهاد دادی، تا 1 ساعت قبلش به نازنین پیام میدادی خب حالا چجوری شروع کنیم، بگیریم رو هم دیگه یا نگیریم رو هم دیگه. یه پیاماتون بوده دیگه، نمیتونی بزنی زیر این حرفت. الان که دوچار مشکل شدی کسکم بهت برخورده میگی بیاین پایین. خب همتون یه منبر گرفتین دستتون واسه جذب فالوور، هر کاری میکنین. تو خودت بزرگترین منبر رو رفتی بالا، اومدی یه اشکی هم ریختی. صحنه رو دیدم حالم بد شد. با اینکه میدونستی در آینده قراره چه اتفاقی بیفته، اومدی با احساسات مردم بازی کردی، با شعور مخاطبا بازی کردی. هنر داری از خودت نشون بده تو پیجت. بله خب ما هیچ کدومون به اندازه شما هنرمند نیستیم، بالاخره شما هنرت توی لیگ دیگه است. شغل داری از خودت نشون بده تو پیجت. هر آنچه که عیان است چه حاجت به بیان است. من تو پیجم شغلم کاملا مشخص. یه کاری بلدی انجام بدی که یک دردی از مردم دوا کنه، نشون
بده تو پیجت. نه یا بشین خاله زنک بازی اینو گفت اونو گفت. اون داریم حقایق رو میکنیم شد خاله زنکی. اگر که سکوت میکردیم حرفی نمیزدیم که دستتون رو نشه و نفهمن چه اتفاقاتی پشت پرده افتاده نمیشد خاله زنک بازی. میدونی الان شخصیمه، هر چی دلم بخواد تو پیج خودم میگم. بس هر چقدر بهتون احترام گذاشتم تو اون ویلا، بس هر چقدر این دهنمو بستم تا هر جور دلتون میخواد با رفتار کنی، صحنه رو ترک کنی. اینجا ویلا نیست دوستان. منم اون یلدای تو ویلا دیگه نیستم. تو که خوب رول بازی کرده بودی، ما هممون میدونیم که تو اون یلدای توی ویلا نیستی دیگه. منو نمیتونی گول بزنی. خب بس بابا، خودتون خجالت بکشید موقعی که تو شرایط سختید. فقط به فکر منید، فقط. میخوام عصبانی نشم، میخوام بیام این حرفا رو نزنم. عصبانی شو، حرفاتو بزن، بری بیرون. این آنفالو میکنه، اون پیام میده، اون بهش بر میخوره، این میگه چرا دفاع نکردی. شما مردم هم که یه مش آدمی که فقط حزب بادید. شما مردم یه مشت آدمی که فقط حزب بادید. ببین دختر خوب، اونجا در اومدی به من گفتی برگرد ایرانتون. اول که باید بهت بگم دهنتو آب بکش وقتی که اسم ایرانو میخوای بیاری. برای کشورم، برای مردمم خیلی ارزش قائلم و مثل تو مردم و مخاطبامو بازیچه قرار نمیدم. اوکی؟ بعد اونجا که داشتی از همین مردم استفاده میکردی که روی موج سوارشون کنی که هشتگ نه بزن ستیزی بگن و بیان به من فوش بدن، اونجا مردم اسلحت بودن. الان که دست درو شده برای همه زیر بار هیتی، مردم شدن حزب باد و خب دنبال اینید ببینید کی چی گفت، کی چی کار نکرد. واقعیت بین باشید یکم. عزیزم مردم خیلی واقع بینن، خیلی عاقلن. بیننده خیلی عاقله. بیننده رو تو نمیتونی گول بزنی. عاقل باشید، برنامه رو ببین. برنامه رو دارن میبینن، دستتون کاملا رو شده. توی کفتار پیر بیا عذرخواهی کن و بگو، اقرار کن. من نمیشنوم جایی بگی من عضو گروه کفتارا بودم. بگو. ببینید چه اتفاقی داره میفته. اتفاقا کامل مشخص. ما جسور بودیم رفتیم. جسور بودی رفتی. بله. فکر کردم خیلی‌ها میتونن انتقاد. من هر انتقادی بهم بشه میپذیرم. من اشتباههای بد خودم رو میپذیرم. ما ندیدیم جایی بیای عذرخواهی کنی از مردم فقط جز توهین. من این همه زیر بار هیت بودم، این همه فوش شنیدم، این همه هیت گرفتم. 1% از اون هیتاییو که من روزای اول گرفتم، بارها گفتم اگه 1 از شما 1% میگرفت نمیتونستید از توی رخت خوابتون بیاید بیرون. من همون قدری که تو اون ویلا احساسی بودم مقابل بی‌احترامیایی که بهم شد سکوت کردم، تو دنیای واقعی هم همین بودم. همون موقع که دوست عزیزم تو شرایط سخت گیر کرده، اینجا خانم کیمیا اینجا تو شرایط سخت بود، من بهش گفتم بیا پیش من، کنار من باش. نه عزیزم، شما کیمیا رو کشوندی سمت خودت که یه تیمی علیه من درست کنی که کارت پیش بره. واقعیت رو بگو. الان چی شده خوردین به تیپ و تار هم دیگه؟ چون من همون قدری که تو برنامه احساسی شدم به یکی علاقه پیدا کردم. تو احساسی شدی؟ والا تو بیشتر مشخصه که داری با احساسات بقیه بازی میکنی. خب کردم همون قدم تو اون لحظه به فکر دوست دخترم بودم. بس کنید وقتی میان یه سری حرفا رو میزنین یه ذره حلاجی کنید بعد بگین. مردم حلاجی میکنن. مردم دارن تازه آگاهانه رفتار میکنن دیگه. دستت داره رو میشه، دست خودت و تیمت داره رو میشه. خب کسی هم خونه کسی نبوده دوستان که 20 تا پیام برای من فرستادین. این هم خونه بوده میای راجبش میگی فیک. کیمیا دوست عزیز دل من بوده. اینجا تو شرایط سخت کرده، توی شرایطی که هر دختر دیگه ای بود من باز هم مهمون خونه خودم میکردمش. چقدر تو آدم خوبی هستی. فقط تو به من بگو الان راش دادی آیداتت هم ازش درخواست کردی؟ مخارج خونت رو ازش گرفتی؟ یا نه فیلینگی بود، احساسی بود، کمک بشر دوستانه بود؟ کدومش بود؟
هر دختر دیگه ای بود که من میشناختمش. تو برنامه میبینید در آینده شده ایشون به من بی احترامی هم کرده، با من بدم حرف زده، من بهش گفتم خوشگلم خودتو ناراحت نکن. عزیزم این از مهربونیت نیست، این از سیاست زیادته. یعنی من که شاهد بودم چه حرفای پشت سر بقیه میزدی. فیلم بازی نکن برا من. به خاطر اینکه من واسه آدما ارزش قائلم، نه به خاطری که اون شخص اون کاراکتر آدم خوبیه. نه بحثم کیمیا نیستا، کلیه. بحث اینه که من این کاراکترم که دوست دارم به خودم احترام بذارم، با احترام گذاشتم با دیگران. این پخمگی نیست. این اگه به خودت احترام میذاشتی که انقدر حرکت فول انجام نمیدادی، برای داخل مسابقه موندن اینجوری اشک نمیریختی، هر کاری کردی که توی اون ویلا یه هفته بیشتر بمونی. که تو این فیلم ها رو برای من بازی نکن. مردم هم خودشون عاقلن، میبینه این همه چیز دیگه. پخمگی نیست، این ضعف نیست. ضعیف اونیه که به خاطر دفاع از خودش بی احترامی میکنه. بس کنید. من تو هیچ سایدی نیستم. دوست و دوست بازی و اکیپ بازی این داستانام ندارم. خب اگه اکیپ بازی و دوست و رفیق بازی نداری، تیم کشی نیست. الان مش سرگی که اومده به یاسمن بدترین فوشا رو داده، بدترین توهینا رو کرده که من شاهد بودم. هنوز راجع به اون موضوع حرفی نزدم، قراره حسابی بهش بپردازم. چرا بهش نپرداختی؟ چرا یه استوری نذاشتی؟ نه بزن ستیزی. چون الان سرجی باهات توی تیم میرید لایو مشترک پشت من بد میگید. اینو دنبال زندگی من هدف دارم واسه زندگیم. بکشین کنار از من بابا. برای خودمون متاسفم. من تمام تلاشمو کردم. خودت جمع نبند با مردم خواهشن. برای خودمون متاسفم نه، برای خودت باید متاسف باشی. مال تو اون ویلا بمونم. میدونین چرا؟ چون فکر کردم دوستای خوبی دارم پیدا میکنم. گفتم از اون ویلا با خودم تجربه میارم بیرون، رشد شخصیتی میارم بیرون. تجربه رو که قطعاً از اون دوست پسرت بالاخره به دست آورده بودی، با عقل کامل و سلیم وارد اون ویلا شدی. من بازم دارم میگم پولو نه دیگه، هیچ کس دوست نداره واقعا یه دوست دورویی داشته باشه که با همه بازی کنه. بنده شدن رو بده بره. من اینجا دارم هفته 2 برابر اون بودجه که به ما تو ویلا میدادن رو دارم در میارم. تو ویلا هفته دوستان $500 به ما پول هفتگی میدادن. ایشون مدعیه که هفته $1000 پول در میاره. اوکی، این خیلی نکته مهمیه ها. 2 برابر $500 میشه هفته $1000. کسی که هفته $1000 توی استانبول کار میکنه میشه ماهی $4000. خب ماهی $4000 به عبارتی میشه، اگه اشتباه نکنم به نرخ حالا اون موقعی که من استانبول بودم، میشه ماهانه 160,000 لیر. 160,000 لیر کسی که درآمدش باشه باید حداقل یه ماشین داشته باشه برای زیر پاش. اوکی؟ قبول دارید حرفمو دیگه؟ ما که ندینیم. این خونه ایه که من توش زندگی میکنم. اوکی؟ نمیخوام فخر اون خونه‌ای که تو داری داخلش زندگی میکنی به گفته خودت الان با ریسک نشستی داخلش. اینو بگو، چون که 4 سال پیش، نمیدونم 4 سال 5 سال 3 سال اجارش کردی و الان صاحبخونه ازت شکایت کرده میخواد بندازتت بیرون و تو نمیری خونه طرفو ترک نمی کنی. خب و به زور اونجا کنگر خوردی، لنگر انداختی توی اون برج و هی خونم هم نکن. تو تهش توی استدیو 30 متری زندگی میکنی. این یه کارو با من نکن. و اجاره ماهانه اون استدیو هم ماهانه 35,000 لیره. حالا فکر میکنم الان 40,000 لیر بدی. فکر میکنم همین 35,000 لیر بدی. یعنی کسی که ماهانه 160,000 لیر در میاره و 30,000 لیر 35,000 لیر پول اجاره خونشه، پس ما با تفاوت این پوله باید الان یه ماشین داشته باشه برای زیر پاش دیگه. ولی من لنگ چیزایی نیستم که دارید راجبش حرف میزنید. والا ما که ندیدیم، خیلی لنگتر از این حرفا بودی. حالا در آینده اثباتش میکنم. من قصم گرفت از اون ویلا بیام بیرون، فقط بخاطر که تنها نیام بیرون.
نه یا بعد یه جو شروع کل آدمی که گفتیم زدیم خندیدیم بیام بشینم توی خونه تنها که هیچکی منتظرم نیست. تو عزیزم هیچ وقت تو خونه تنها ننشستی. تو همیشه پلاسی، آویزونی به این پلن و اون پلن و برنامه و این برنامه و به این. بعدم آمان حرفایی نزن که من خندم بگیره، چون من قراره خیلی به زودی خیلی قشنگ بهت بپردازم، مفصل بهت بپردازم و مفصل. من تمام تلاشمو کردم کنار شماها بمونم بلکه ازتون 4 تا رفیق خوب در بیاد که یه جا دست همو بگیریم تو استانبول، اگه تنها موندیم زنگ بزنیم به داد هم برسیم. متاسفم واقعا. والا تو که به داد کسی نمیرسی، مگر اینکه فقط بخوای بقیه به دادت برسن و از بقیه سوء استفاده کنی. نمیدونم این قضاوت باشه با شما. داشتیم چشامونو باز کردیم دیدیم هالووینه، هم دارن تلاش میکنن دنبال گیریمو رو گیریم کردن خودشون واسه پارتیه امشبن که بهتر کنن. خواستم بهتون بگم شما اصلا نیاز به گیریم کردن ندارید، همین نقابای روی صورتتون رو بردارید کار جمعه، ما نماز وحشت لازم میشیم. آره.